کدام کتابی که عالم های زیاد و بزرگان علما و امام های علما به آن کتاب ها ثنا گفته باشند، بله خریدن آن کتاب ها حتمی است. علما وقتی تعریف میکنن که فلان کتاب واقعا کتاب بهترین است در این باب، این کتاب باید لا یستغنی عنه طالب العلم میگن، طالب علم از این کتاب به حاجت نیست میگن، طالب علم باید و این کتاب را داشته باشد یا به هر گونه وصف ها اون کتاب را وصف میکنن. مثلا کتاب اذکار امام نووی را گفتن که بیع الدار و اشتری الاذکار، حولی را فروش، حولیت را فروش و کتاب اذکار را خر. کتاب اذکار یک جلد است، یک جلد، یعنی میشد به $20 خرید، لیکن گفتن که حولیت را فروش، بیع الدار و اشتری الاذکار. برای اینکه اگر تو به کتاب اذکار عمل کنی 10 حولی دار میشوی، اگر در این دنیا هم نشدی در آخرت میشوی. یعنی بعضی کتاب یعنی چنین وصف میکردن، حولیت فروش و کتاب اذکار خر. یعنی به هر نوع اگر علما به یک کتاب ثنا گفته باشند یا که او کتابی مخدوم باشد، کتابی باشد که علما با اون خدمت کردن، شرح دادن است. مثلا کتاب صحیح بخاری بسیار شرح های بسیار، کتاب صحیح بخاری خیلی حاجت به تعریف ندارد، یعنی الله قبول داده. اینکه هست کتاب هایی که علما ثنا گفتن باید آن کتاب رو طالب علم خرد، آن کتاب رو داشته باشد، که انشاءالله بعضی آن رو در صحبت های بعدی انشاءالله ذکر میکنیم.